هر روز صبح وقتی وارد استودیو انیمیشن پیکسار میشم و مجسمه 20 فوتی لوکس جونیور رو میبینم، همون چراغ قوه معروف پیکسار. وقتی وارد شرکت میشم و مجسمه اندازه انسان باز لایتیر وودی رو میبینم که کاملا از لگو ساخته شده، حواسم به این جمع میشه که ما بیشتر از 14 تا فیلم انیمیشنی ساختیم که همه‌شون محبوب بودن و تغییر ایجاد کردن تو زندگی آدم. وقتی بقیه به استودیوی ما میان و وقتی زمین والیبال توی پیکسار رو میبینن، وقتی زمین فوتبال رو میبینن، وقتی استخر رو میبینن، وقتی کلی آپشن این شکلی باحال میبینن، میزه فنسی بچه‌ها رو میبینن، یکم راجع به شرایط کاری خودشون ناامید میشن. توی استوری که اولین فیلم پیکسار بود، شخصاً نه فقط برام کار نبود، هدفی بود که از بچگی 20 سال در تلاش بودم و رویاش داشتم. سلام، من محمدم. شما دارید به پادکست کارخونه رویاها گوش میکنید. توی این پادکست من توی هر قسمت زندگی یکی از بزرگ کارآفرینای تاریخ رو براتون تعریف میکنم. پوینت این کار چیه؟ من هفته پیش داستان ایلان ماسک رو براتون گفتم. برای دلیل این کار این هفته میخوام از وارن بافت بیارم. یه جمله هست توی یکی از کتابا که میگه که شما میتونید جواب سوالهای میلیارد دلاری رو توی یه کتاب 20 دلاری پیدا کنید. و معمولا کارآفرینای بزرگ MBA نمیخونن، معمولا میشن زندگی نامه افراد قبلی رو میخونن یا با افراد قبل از خودشون صحبت میکنن و از تجربه اونا استفاده میکنن. این کار برگرفته از پادکست فاوندرز. اگر عجله دارید و میتونید انگلیسی گوش کنید، من توصیه میکنم برید پادکست فاوندرز رو گوش بدید. حدود 340-50 تا قسمتش تا الان اومده بیرون و همین دیگه. امیدوارم که خوب باشین. امروز داستان شرکت پیکسار رو از روی کتاب کارخانه خلاقیت یا کریتیویتی براتون خلاصه میکنم و تعریف میکنم. دلیل اینکه این قسمت رو، یعنی این کتاب و اد کتمل و پیکسار رو برای این قسمت انتخاب کردم، یک ابسشن شدید خودم با پیکساره. من واقعا هنوز که هنوزه کارتونای پیکسار رو با خانومم میشیم نگاه میکنیم و تک تکشون عالیان و یکی از یکی بهتر. اگه ندیدین من توصیه حتما میکنم که برید ببینید. دو تکمله است یکم برای اپیزود قبلی که داستان والت دیزنی رو میگفتم. والت دیزنی خب شروع انیمیشن بود و پیکسار تعالی انیمیشن انگار. و سه پلیه که پیکسار از انیمیشن میزنه به استیو جابز. و خب طبیعتاً ما بعد از این قسمت 2-3 قسمت راجع به استیو جابز خواهیم شنید. دیگه بیشتر سرتون در نمیارم، بریم که داستان پیکسار رو از زبان خود اد کتمل از رو کتاب کارخونه خلاقیت بشنویم. قبل از اینکه وارد داستان بشم یک نکته رو اضافه کنم. من توی این قسمت هر جا میگم که انیمیشن، اولین انیمیشن تاریخ، منظورم اولین انیمیشن سه‌بعدی تاریخ که با کامپیوتر ساخته شده. یعنی اولین انیمیشن که با کامپیوتر ساخته شده که خب از قضا سه‌بعدی هم میشه. برو بریم. زمانی که بچه بودم توی شهر یوتا زندگی میکردم. هر هفته یک شنبه ها ساعت 7 بعد از ظهر والت دیزنی یک برنامه تلویزیونی داشت که توش نشون میداد که هر کدوم از انیمیشن های دیزنی رو چه شکلی ساختن. یه چیز من بگم بهتون اینه که این برنامه والت دیزنی همون یکی از اون برنامه هاییه که توی قراردادش با ABC برای ساخت دیزنی لند اجرا میکرده. اگه اپیزود قبلی رو گوش داده باشین میخواستم ربطش رو به هم بگم. والت دیزنی یک بار توی یکی از همین یک شنبه ها توی اپریل 1906 میاد و تعریف میکنه که داستان این کارتون های دیزنی از کجا میاد. و برای من که یک بچه بودم و عاشق انیمیشن بودم و اینکه برم توی دیزنی کار کنم، یه سواله که توی
یوتا زندگی میکردم و 4 برادر و خواهر کوچکتر از خودم داشتم. همیشه فکر میکردم امکان داره که همه چی اتفاق بیفته. بعد الان تایم بعد از جنگ جهانی دومه و آمریکا یه بوم شدید و داره یه سرعت شدیدی پیشرفت و برای من همیشه والت دیزنی و انیشتن دوتا بوت زندگیش بوده. میگه که ادکتمل میگه که انیشتن رو برای این آینده و رویا رو بده و خب یه اتفاق خیلی عجیب غریب بوده واسه همین اتفاق باعث میشه که آمریکا بیاد یه یه قرارگاهی، حالا نمیدونم چی بهش میگن، یه به اسم آرپا تأسیس کنه که علمو بتونه یکم با سرعت بیشتری ببره جلو که بتونن در نهایت با کارهای علمی و پیشرفت تکنولوژی و اینها روسیه و شوروی رو بگیرن و خلاصه تو اون مسابقه اون بین خودشون و شوروی برنده بشن. و توی این دورانت که مال دانش آموز بوده، توی دبیرستان یکی از معلماش میگه که وقتی برش خیلی عجیب بوده و جالب بوده، وقتی عمیق میشه کامل روی کار دیگه حتی صدای زنگ مدرسه که تمام میشه نمیشه. خلاصه میره جلو اتکمل بعد بره دانشگاه و اینکه دانشمند بشه براش در دسترس تر بوده تا اینکه انیماتور بشه. چرا؟ چون انیمیشن رو باید با دست میکشیده و خب نمیدونسته چه شکلی باید انیمیشن بکشه و براش در دسترس تر بوده که دانشمند شه تا اینکه بیا و انیماتور دیزنی بشه. برای همین توی دانشگاه فیزیک و کامپیوتر ساینس رو انتخاب بکنه برای تحصیل. همیشه با خودش میگفته باید یه راهی باشه، یه راه دیگه غیر از با دست کشیدن باید باشه که انیمیشن ها رو درست کنه. میره جلو، لیسانسش رو میگیره تو این دو تا رشته، میره توی گریجویت اسکول دانشگاه یوتا، لیسانسش هم یوتا میگیره، توی کامپیوتر ساینس دوره ادامه میده و توی تخصص کامپیوتر گرافیکس، یعنی گرافیک، حالا سیستم گرافیک، شروع میکنه به ادامه دادن و توی تیم آرپا قرار با حالا خفن میره توی تیم آرپا و میگه که یکی از همکلاسیام جیم کلارک بوده که سیلیکون گرافیک و نتسکیپ رو طراحی کرده. یکی دیگه از همکلاسیاش جان ورناک بوده که ادوبی رو کوفاوند کرده و کلا تیم خفنی بودن دیگه معلومه. و خلاصه توی این دانشگاه پروژهشون و حد تمرکزشون میذاره روی اینکه اصلا فیلد انیمیشن و تصویر سه‌بعدی ساختن با کامپیوتر رو اصلا از پایه خودشون شروع میکنن به اختراع کردن. و توی وقتی از دانشگاه گریجویت و فارغ تحصیل میشه، هدفی که داشته و میخواسته بره دنبالش ساخت یک راهی برای ایجاد انیمیشن و کامپیوتر بوده. 26 سالگی با کلی اختراع و اینها از دانشگاه فارغ التحصیل میشه و میره میگرده دنبال کار. توی 1972 این اختراع و رزومه زیر بغل دانشگاه به دانشگاه میرفته برای اینکه استخدام شه به عنوان استاد دانشگاه. ولی استاد دانشگاه بیشتر از اینکه یه لب بخوان برای اینکه انیمیشن بسازن، یه استاد دانشگاه می‌خواستن که کامپیوتر ساینس درس بده. واسه همین خیلی به هم نمیخوردن. توی همین اسنا یه پیشنهاد کار داشته از دیزنی که بیاد توی بخش ساخت حالا پارک‌های شهر بازی و اینهاشون کمک کنه به دیزنی و اینو همونجا درجا رد میکنه، چون میدونسته که خب با اون هدف اصلی که داشته این متفاوت بوده و کار کردن تو شرکتی که از بچگی رویاهاش بوده برای اینکه برسه به اون هدف اصلیش رد میکنه. بریم جلوتر. تو نوامبر 1974 میگه یه خانمی به من زنگ زد و گفتش که از انسیتو نیویورک تکنولوژی نیویورک زنگ زدم، NYIT، و میخوام برای فردا برای بلیت بگیرم بیای اینجا و یه مصاحبه پیشم گذاشته. میگه جان من خیلی نمیدونم در چه حالی. میگه خانم میگه او عذرخواهی کرد و گفتش که ببخشید اشتباه شده. فرداش رئیسشون زنگ میزنه، آقای الکس سکرو اگه اشتباه نکنم، و میگه که دنبال یک فردی هست بیاد بهشون کمک کنه و انیمیشن بسازن. یعنی این رویای دیرینه ادکتمن و ادکتمن هم که از بچگی خب آرزوی اصلیش همین بوده که رویا بسازن، خب میره نیویورک مصاحبه میکنه و قبول میشه و شروع میکنن به شروع کار. الکس یه مولتی میلیونر بوده
که خیلی دوست داشته انیمیشن بسازه ولی هیچ ایده‌ای نداشته که باید اصلا چه شکلی انجام بده این کار، چه کاری باید بکنه، چه تکنولوژی نیاز داره. واسه همین یک کامپیوتر ساینتیست نیاز داشته که بتونه بهش کمک کنه و همین میشه که اد رو استخدام میکنه. اد هم که خب از فارغ التحصیل دانشگاه بوده و تا الان تا 26 7 سالگیش فقط توی لب بوده و تو آزمایشگاه بوده، اصلا هیچ ایده‌ای نداره. این اولین جاییه که اد کمل با چالش مدیریت روبرو میشه. کلا اگه حالا سیر کتاب میبینیم به این صورته که تا یه تایمی اد کمل داره تعریف میکنه که چی شد که پیکسار شد پیکسار، این حدود 1/3 کتابه و از 2/3 بعدیش داره چالش مدیریتیشو تعریف میکنه. اصلا اول هر کدوم از فصلای کتابم داره یه داستان چالش مدیریتی میگه، یعنی قشنگ معلومه که کل ذهنش الان درگیر مدیریت است. حالا جلوتر بریم دقیق‌تر به این موضوع میرسیم. خب اولین کاری که بهش میگم بکنی اینه که باید مدیر استخدام کنی و خب میگم هیچ ایده‌ای نداشته که چه شکلی این کارو بکنه. به بالا دستش به الکس نگاه میکردی که اون چی کار میکنه، سعی میکرد از اون یاد بگیره و در نهایت یه آقایی رو به اسم الوی استخدام میکنه. الوی رو به عنوان منیجر استخدام میکنه و توی اون دوره رقابت بر سر این بوده که اولین فیلم انیمیشن جهان رو بسازن. حالا اصلا مهم نیست خیلی و اینا خب یه دست انیماتور 3 بعدی میسازن، عکسش تو که سیکرت و رازآلود داشتن، سعی می‌کردن اولین نفر باشن. توی NYIT اینا اتفاقا برعکس همه خیلی پابلیک همه چی رو اعلام میکردن و همین باعث شد که خب بعد یه مدت به عنوان هد این کار شناخته بشن و خب بعدن بهشون این کمک برگشت، یعنی که اعلام کردن باعث شد شناس بشن و بعدن بهشون دوباره برگردن. تا اینکه توی 1977 استار وارز توی سینمای آمریکا پخش میشه. استار وارز رو خب احتمالاً دیدی. استار وارز اولین فیلمی بوده که ویژوال افکت کامپیوتری داشته و خب جورج لوکاس و استار وارز میترکونن و برای این بعد از این جورج لوکاس یه کامپانی میسازه به اسم لوکاس فیلم. توی لوکاس فیلم هم اصلا یه بخش نور و تصویر داشته، لایت اند ماجیک داشته. اصلا کارشون این بوده که ابزارهای جدید برای جلوه های بصری توسعه بده و برای همین کار توی 1979 جورج لوکاس زنگ میزنن از شرکتش به خود اد کتمل برای اینکه بیاد هد این دیویژن. اولین مصاحبهش رو که انجام میده یه سوال عجیب ازش میپرسه مصاحبه کننده، میپرسه غیر از تو ما کیا رو میتونیم استخدام کنیم؟ اد کتمل هم میگه که خب من 8-9 نفر رو که فکر میکردم برای این کار مناسبن بهشون میگم و میگه که ته جلسه بهم گفتش که کسی که داشت باهاش مصاحبه میکرد بهم گفتش که من هر 8-9 نفری که گفتی رو مصاحبه کردم و هیچ کدوم از این افراد این سوال من رو جواب ندادن. بعد از اون با خود جورج لوکاس مصاحبه میکنه و جورج لوکاس استخدامش میکنه و بهش میگه که من تو رو بیشتر از به این 2 دلیل استخدام کردم، یکی صداقتت و 2 شفافیت تصویر و ویژنی که میخواستی انجام بدی. خلاصه اینا رو استخدام میکنن و خب الوی هم با خودش میبره اونجا و یه چالنجی که اینجا داشته، اول ساختار فلت میشینه مثل لبی که تو دانشگاه داشتن و مثل اون کاری که توی NYIT داشتن، ولی میبینه جواب نمیده. سعی میکنه شروع میکنه به مدیر استخدام کردن و مثلا یه هایرارکی ایجاد میکنه توی دیویژن خودش. الوی رو هم میذاره توی مدیر گرافیک استودیو و همین تکنولوژیکال چالش هایی که داشتن برای اینکه خب جلوه ویژه فیلم جورج لوکاس و استار وارز رو ایجاد بکنن، همین باعث میشه که اصلا بتونن یه استودیوی جدید ایجاد بکنن. چی کار میکنن توی این استودیو؟ یک محصولی داشتن که یک میتونست جلوه ویژه ایجاد کنه و رندر بگیره و 2 کامپیوترهای مخصوص این کار ایجاد کردن، یه سری کامپیوترهای خیلی عجیب غریبه و خفنی که اینجا بوده و خب شروع میکنن میخوان برای این دیویژن خودشون اسم انتخاب کردن. چه شکلی اسم انتخاب میکنن؟ الوی بچه تگزاس و نیومکسیکو بوده و عشق اسپانیایی بوده و به نظرش خیلی کلمه لیزر وقتی باش بازی میکردن تو اسپانیا میشده پیکسر. خیلی کلمه باحال و مثلا به معنای
تصویر ثبت کردن، to make pictures، تصویر ساختن بوده. و یک کلمه دیگه هم که خیلی به ذهنشون بوده رادار بوده. رادار هم به خاطر که خیلی های تک به نظر میرسیده. رادار و پیکسر رو با هم تلفیق میکنن، یعنی بهتر بگم پیکسر و رادار با هم تلفیق میشه و پیکسار داستانش شروع میشه. خب جورج لوکاس خیلی موفق بوده فیلماش، هنوز که هنوزه خب یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ استار وارزه. واسه همین خیلی آدمو می اومدن بازدید میکردن، از مارتین سکورسیزی گرفته تا خیلی آدم دیگه هی می اومدن اینجا رو بازدید میکردن. ولی یک بیشترین قشری که می اومدن بازدید توی پیکسار و حالا لوکاس فیلم دراپینای دیزنی بودن، یعنی بچه های کوچولوی دیزنی بودن. حالا بچه که نه، تازه استخدام شده های دیزنی بودن. یکی از این بچه هایی که میاد اینجا بازدید یه پسر به شدت مشتاق و علاقه‌مند بود به اسم جان. این جان لستر خیلی عشق این بوده که انیمیشن بتونه بسازه. یه ایده ساده ای هم داشت که یه توستر کوچولو، یه دونه پتو، یه دونه لامپ و یه رادیو و یه جارو برقی و هم یه سری داستانی داشتن، یعنی یه سری ماجرا باشون اتفاق میفته و یه انیمیشن کوتاه میخواسته انجام بشه و انجام بده. تا اینا رو به مدیرای دیزنی میگه، مدیرای دیزنی هم میگن که به به چه ایده خفن و قشنگی، جلسه که تمام میشه اخراجش میکنن. واسه همین جان لستر خیلی بیکار میمونه. بعد یه مدت به صورت شانسی اد جان رو میبینه و جان بهش میگه آقا من بیکارم و در جا استخدام میکنه جان لستر رو. حالا چرا؟ چون توی لوکاس فیلم اینا همه آدمای تکنیکال بودن و وقتی میخواستن انیمیشن بسازن اصلا نمیدونستن چه شکلی داستان تعریف کنن. جان لستر اون آدمیه که میاد تا داستانهای این انیمیشن ها رو بگه و تعریف کنه براش. آقا تا این که سالها بعد تو حالا مثلا 1934 خب پیکسار یه بیشتر شرکت انیمیشن نبوده، بیشتر شرکت سخت افزار و نرم افزار ساخت انیمیشن بوده. لوکاس فیلم میخواسته که دیگه اوضاع مالیش خیلی خراب میشه، میگه که ما سه تا راه بیشتر نداریم. یکی این که تمام نیروها رو به شدت خیلی زیادی تعدیل کنیم که خرج نتونه انجام بده. دو این که پیکسار رو بفروشه و سه پیکسار رو اصلا تعطیل کنه، یعنی به همچین کاره. و خب این بچهای پیکسار هم چون نمیخواستن تعطیل کنن یا نمیخواستن که تعدیل کنن، شروع میکنن دنبال سرمایه گذار گشتن. جورج لوکاس 15 میلیون پول نقد از این دیل میخواسته. با خیلی جاهای مختلف میرن صحبت میکنن. خب خیلی هم ران تایم نداشتن دیگه، طبیعتاً زمان خیلی زیادی هم نداشتن برای اینکه بتونن دیلو ببندن. اول با جنرال موتورز صحبت میکنن و فیلیپس. جنرال موتورز برای رندرهایی که میخواسته توی ماشین سازی و اینهاش بگیره. فیلیپس هم حالا برای بخشای رندرینگ دیتاهای اصلیش، حالا برای ابزارهای بزرگ و صنعتیش میخواسته. و خب هیچ کدوم از این دوتا دیل تا یه هفته قبل از انجام کار میره جلو، ولی هیچ کدوم از این دوتا دیل به واقعیت پیونده و درست نمیشه. تا اینکه یه نفر پیکسار رو برای بخش کامپیوترهای گرافیکی به اپل پیشنهاد میده و این اولین باری میشه که اد کتمل، الوی و جان لستر استیو جابز رو میبینن. اصلا استیو جابز میگن نمیذاره که اینا ارائهشون رو بدن، سریع شروع میکنه سوال پرسیدن و خیلی مشتاقانه سوالهای سریع و رگباری میپرسه. چی کار میخواید بکنید؟ کجا میخواید برید؟ هدفهای دراز مدتتون چیه؟ خیلی رگباری و قشنگ مشتاقانه، تا حتی مثلا اینکه خیلی مشتاقه میره. ولی بعد از اینکه جلسه تمام میشه تا 2 ماه هیچ خبری از اپل و استیو جابز نمیشه، تا اینکه 2 ماه بعد استیو جابز از اپل اخراج میشه. خب این داستانش مفصله، احتمالاً توی
پادکست بعدی قسمت بعد براتون تعریف میکنم. تا اینکه بعد از اینکه استیو جابز از اپل اخراج میکنن، استیو جابز دوباره میاد و پیشنهاد میده که شما بیاین من شما رو بخرم و خب مدیریت کنیم. اون موقع استیو جابز هدفش این بوده که بتونه یه شرکت کامپیوتر گرافیک خیلی خفن بسازه که بتونه بره پوز اپل رو بزنه باهاش و خب پیشنهاد خرید میده به اد جان و الوی که این ستا ما مؤدبانه ردش کردیم چون اون چشماندازی که داشتیم با هم دیگه خیلی متفاوت بود. تا اینکه استیو جابز میره خودش شرکت نکست رو فاند میکنه و شروع میکنه به ساختنش و اینجا دوباره برمیگرده و خب میگه که استیو جابز برمیگرده و میگه که خب فکر کنم این دفعه بتونیم یه کارش کنیم. Maybe we can work something out. و شروع کنم مذاکره کردن فروش پیکسار به استیو جابز. خیلی باحاله، خیلی اتفاق جالب و باحال میفته. لوکاسفیلم خب یه سری آدمای عجیب غریب داشته. یه مدیر مالی داشته که اعتقادش بر این بوده که من برای اینکه بگم من قوی ترین آدمم توی مذاکره باید مثلا دیر وارد جلسه بشم. یعنی استراتژی CFO لوکاسفیلم این بوده که خب بگم من میتونم همه رو مثلا 5 دقیقه نگه دارم و روز مذاکره تو ژانویه 1986 میشه. همه آن تایم میان سر جلسه، غیر این CFO همه میان سر تایم. استیو جابز که میبینه CFO نیست، خودش بدونه که اون آدمه کلیدی باشه شروع میکنه جلسه رو شروع کردن و پیش بردن و این میشه که اون آدم لوکاسفیلم و اون CFO 15 رسما به خاک مالیده میشه تا اینکه دیلشون نهایتا نهایی میشه. قرار میشه که 70% سهام پیکسار برسه به استیو جابز، 5 میلیون دلار بده به لوکاسفیلم، یعنی از 15 میلیون با 5 میلیون رضایت میدن، 5 میلیون فاند کنه کمپانی رو و 30% بقیه سهام هم برسه به کارکنای خود لوکاسفیلم. زمانی که این دیل رو داشتن میبستن پیکسار 42 نفر نیرو داشته و توی فوریه 1986 دیل استیو جابز و پیکسار نهایی میشه و استیو جابز عملاً میشه مالک اکثریت سهام پیکسار. بعد از اینکه دیل نهایی میشه، استیو جان و اد کدمل رو میکشه کنار، میگه هر اتفاقی که میفته ما باید با هم صادق و به هم وفادار باشیم. have to be loyal to each other. و این میشه که پیکسار به دنیا میاد. یه نکته بهتون بگم که جالبه، دیل پیکسار و استیو جابز 1986 بسته میشه و توی استوری وان که اولین انیمیشن بزرگ دیزنیه، یعنی انیمیشن سینمایی پیکساره، 1995 میاد. یعنی 9 سال طول میکشه تا بیاد بیرون فیلمش. حالا میرسیم. اول که خب پیکسار به وجود میاد رسما یک شرکت کامپیوتری بودن، یه پروداکت خیلی خفن داشتن، یه کامپیوتر عجیب غریب قدرتمند داشتن. خب توی اون دوره واقعا چیز خفنی بوده کامپیوتری که اینا تولید میکردن، ولی خیلی گرون بوده. یعنی حدود $100,000 قیمت فروش این کامپیوتر بوده. واسه همین اسم کامپیوترشون این شکلی در میاد که یه محصول گرون، یه محصول خفن ولی خیلی گرون دارن. $122,000 پول اون کامپیوتراشون بوده هر کدوم. و بعد از اینا که هرچی قیمتا رو سعی کردن بیارن پایین نتونستن اینو درست کنن. خلاصه اینا اول سخت افزار درست میکردن، این سخت افزار فانتزی خب مشتریش هم خیلی کم بوده و هی روش‌های مختلف رو تست میکردن تا به بیزنس مدل برسن. حدود 5 سال تلاش میکنن. استیو جابز 54 میلیون دلار دیگه هم پول میریزه پای پیکسار و به بیزنس مدل نمیرسن. یعنی هرچی تست میکردن هیچ کدومشون جواب نمیداده. یه بحث دیگه مدیریتی که اینجا میکنه، میگم خیلی داستانه دیگه ای داره. وقتی که خب پیکسار شروع میکنه خب قرار بوده که شرکت کامپیوتری باشن، واسه همین اصلا براش مخواستم اینه چه شکلی باید خط تولید را بندازه. این میشه که میره شروع میکنه تاریخ خط
تولیدهای ژاپنی رو مطالعه کردن. یکی از اتفاقی که میفته و داستان تویوتا رو میخونه. چیه این داستان؟ خب ژاپن، کیفیت ژاپن حالا بعد از جنگ جهانی دوم تو کالاهای تولیدیش از نظر بیکیفیتی یه چیز خیلی بدتر از میدین چین بود. یعنی چقدر افتضاح بوده که اصلا الان مثلا میدین چاینا پیش میدین ژاپن اون موقع خیلی با کیفیت حساب میشده. ولی ژاپن تونست بعد یه مدت حالا با سونی و تویوتا و اینها که باز بعداً به اینا میرسی این کیفیت رو ساخت. اینو چه شکلی ایجاد کرد؟ خب بعد از اینکه آمریکا خط تولید رو اصلا راه میندازه و هنری فورد راه میندازه و این داستانا، تقریبا هیچ کس اجازه اینو نداشته که خب تو خط تولید اصلاحی انجام بده یا اصلا خط تولید نباید میخوابیده. ولی چی کار میکنن توی ژاپن؟ یه شرطی میذارن که هر کسی هر اشکالی که توی خط تولید میبینه موظفه که خط تولید رو نگه داره و اصلاح کنه. و همین اصلاحهای به مرور و آروم و به سبک تویوتا باعث میشه که خب ژاپن کم کم کیفیتش بره بالا و معروف شه به کیفیت. اد کتمل و تو خط تولید و بعدها توی خود شرکت پیکسار و وقتی انیمیشن میسازن هم این داستانو داشته. توی همین حوالی که اینا کامپیوتر میساختن، اولین انیمیشن پیکسار هم ساخته میشه و به نمایش در میاد. این داستان یه دونه راقوه است و یه دونه لوکس جونیور که الان بعدها هم لوگوی پیکسار میشه همین اصلا انیمیشن. تو 1987 این انیمیشن رو کلا 2 دقیقه است. همون سالم برای آکادمی اوارد و اسکار نامزد میشه ولی خب جایزه رو نمیبره. سال بعد یه کارت انیمیشن دیگه میسازن دوباره اونم 3-4 دقیقه به اسم تین توی، یه بچه که تا 14 صبح را میره و کار اسباب بازیشو خراب میکرده و اسباب بازیش میترسیدن ازش و این اولین اسکار پیکسار میبره. ولی خب کار نمیکرده، پیکسار پول در نمی آورده. استیو جابز بنده خدا 54 میلیون دلار که یه بخش خیلی عجیب غریب از ثروتش بوده رو میده به پیکسار و هم سعی کرده شرط بذاره برای پیکسار ولی خب جواب نمیداده و دیگه عملا هیچ راهی برای بقا نداشتن. یعنی همه راههای مختلف برای اینکه کامپیوتر بسازن رو تست کرده بودن تا اینکه 1900 بعد تصمیم میگیرن که اون چیزی که آرزوشون بوده رو واقعا و به صورت واقعی انجام و وارد انیمیشن ساختن و رویای ساخت اولین فیلم سینمایی انیمیشن بشن. توی این تایم، یعنی توی همین 4-5 سالی که استیو جابز داشته تا 1990 3 بار استیو جابز تلاش کرده که پیکسار بفروشه. یه بار 1987 استیو جابز بردش پیش مایکروسافت و مایکروسافت 90 میلیون پیشنهاد میده ولی استیو جابز میگه من 120 میلیون میخوام و میره کنار. بعد از یه مدت باز یه پیشنهاد خیلی عجیب غریب به الایس میده و مثلا با الایس که حالا بعدم میشه زیر مجموعه سیلیکون گرافیک معاملهشون نشه و بعد اینا میفهمن که آقا استیو جابز اصلا نمیخواسته ما رو بفروشه. استیو جابز میخواسته برای ما ارزش ایجاد کنه که مثلا یه ارزش بازاری بهمون بده که مثلا اگه شما 90 میلیون مایکروسافت حاضر 90 میلیون دلار شما رو بخره شما بیشتر از این میارزید. و حقیقتا حالا میرسیم به تاثیرگذاری استیو جابز توی پیکسار. یکم بریم سراغ این که اد کتمل چه شکلی با استیو جابز کار میکرده. حقیقتا استیو جابز توی اون دوران خیلی آدم هارشی بوده و حالا داستانشو قسمت بعدی و قسمت بعدیش احتمالاً بیشتر تعریف میکنم. یه آدم به شدت سخت که حتی مثلا میگن تو آسانسور آدم رو اخراج میکرده، خیلی گوش نمیکرده، حرف خودش بوده. میگه یه بار از استیو جابز همون اوایل که زمانی که داشتن مذاکره میکردن این بود که اگه اختلاف نظر پیش بیاد و مثلا یکی که حرفی که تو میزنی رو قبول نداشته باشه چیکار میکنی؟ استیو جابز میگه انقدر توضیح میدم تا بفهمه. یعنی خیلی اعتقاد نداشته که نظرش عوض کنه و اد میگه که آقا من همین استراتژی رو برای استیو به کار بردم. یعنی وقتی یه چیزی رو مخالفت میکرد خب خیلی هم از این آدمای باهوش که سریع چیزی رو میکوبن زمین بوده. میرفتم هفته ها دوباره دیتا جمع میکردم اینو دوباره باهاش بحث میکردم. 3 تا اتفاق میافتاد. یا استیو جابز منو راضی میکرد که اون داره درست میگه
یا من استیو جابز رو راضی میکردم که اون داره درست میگه، یا راضی هیچکدوم نمیشدیم که تو این حالت سوم من اون کاری که فکر میکردم درسته رو انجام میدادم و استیو هم این درک رو داشت که خب لابد اونقدر به نظرش درست هست که حاضر بدون اجازه من این کار بکنه و خیلی دعواشون نشد. تا اینکه 1990 که گفتم کاتزنبرگ، حالا مدیر وقت دیزنی، تصمیم میگیره و میاد پیش پیکسار میگه که ما میخوایم یه فیلم سینمایی شما برای ما درست کنید و دیزنی صاحبش باشه و پخشش کنه. و خب استیو جابز میگه که ببین ما حاضریم که شما به ما پول بدید که فیلمو بسازیم و فیلمو شما پخش کنید، ولی ما نمیتونیم اسرار خب تجاریمو بهتون بدیم که خب شما مالکی نمیتونی باشید. خلاصه آقا دیلشون میشه و قرار میشه که 3 تا فیلمو دیزنی فاند کنه، پیکسار بسازه و دیزنی پخش کنه، یعنی به این صورت. و خب دیزنی هم مالک فیلم باشه صرفا، نه استودیو. و بعد از این سری میان ببینن که خب چه ایده‌ای، چه فیلمی میشه ساخت که جان اصلا یه ایده‌ای داشت یکم کاملتر از همون تیم تو استوری، داستان اندی و اسباب بازی‌هایی که دوستشون داره از چشم اسباب بازی ها. و خب اسباب بازی معروفش هم یه کاوبوی به اسم وودی، یه اسباب بازی جدید میاد به اسم باز لایتر، دنیای وودی رو تنگ میکنه و خب مثلا باعث میشه که دعوا ایجاد بشه. این اسکریپت رو خیلی 3 سال طول میکشه، 1993 تازه میتونن چراغ سبز اسکریپت داستان رو از دیزنی بگیرن و بالاخره شروع میکنن به ساخت فیلم. تو داستان یه مسئله‌ای که داشتن این بوده که خب وودی خیلی صاف بوده، مثلا یه سری پوینت‌های بد میذارن تو شخصیتش که جذاب‌تر شه. مثلا وودی بازو از پنجره پرت میکنه پایین اگه دیده باشین و خب اینا مثلا با همه این کارا کردن که داستان مثلا بیشتر بشینه و اینها. جان شروع میکنه تیم استخدام کردن و 2 نفر رو استخدام میکنه، یک اندرو استنتون و یکی پیت داکر که این دوتا بعدن میشن دایرکتورهای بعدی پیکسار، یعنی نسل دوم دایرکتورهای پیکسار میشن. 1993 آقا شروع میکنن داستان رو کامل کردن و داستان رو ساختن، تو استوری رو میسازن. توی همون تایم تو 1991 ترمیناتور 2 و پارک جوراسیک میاد، واسه همین دیگه خیلی همه به انیمیشن و جلوه ویژه کامپیوتری دیگه حواسشون جمع بوده. حالا قبل از این 1995 قرار میشه که فیلم بره توی سینما. استیو جابز یه پیشنهاد میده، میگه که 2 هفته قبل یا 2 هفته بعد از این که توی استوری رفت توی سینماها، استیو جابز میخواد که پیکسار رو ببره توی بازار بورس IPO کنه و پابلیکشون کنه. اد میگه من و جام اصلا بدون اینکه فکر کنیم گفتیم ایده بدیه، بذار ما چند تا فیلم ببریم، چند تا موفقیت داشته باشیم، موفقیتمون قطعی بشه، بعد آقا میریم IPO میکنیم میریم توی بورس. استیو میگه که نه، این لحظه ماست. منطقش رو توضیح میده. فکر کنید توی استوری یه موفقیت خیلی بزرگ و عجیب غریب میشه و فکر کنید دیزنی مدیر عاملش مایکل آیزنر یهو میفهمه که او بعد از سالها بزرگترین رقیبش رو پیدا کرده و اصلا چون هیچ چیزی توسعه نداده دیزنی راجع به انیمیشن 3 بعدی دیگه، و دیزنی بزرگترین رقیب خودش رو پیدا میکنه و میخواد پیکسار رو به عنوان یک پارتنر کنار خودش نگه داره. واسه همین دیزنی میاد و یعنی مایکل آیزنر میاد و میخواد که یک دیل جدید رو با پیکسار ببنده و میخواد که شرایط رو 50-50 بکنه. گفتم دفعه پیش اونرشیپ با کامل دیزنی بود و فاند دیزنی میکرد، اونرشیپ رو 50-50 بکنه و اصلا فاند کردن انیمیشن رو 50-50 بکنه تا بتونه پیکسار رو به عنوان یه پارتنر کنار خودش نگه داره، یعنی دیلو به نفع پیکسار برگردونه. و خب ما خیلی اعتماد نداریم که این اتفاق میفته یا نه، ولی این کارا کردن و قبول کردن. میگن که با استیو جابز کت شلوار میپوشید، خیلی عجیبه، میگن خیلی اصلا
لباس کت شلوار خیلی کسی استیو جابز تو کت شلوار ندیده و میرفتن و ادم میرفته به عنوان گیک داستان میرفتن پیش شرکت که حالا کارگزاری بورس که IPO بشن. خلاصه میتونن 2 هفته بعد از شروع و اکران توی استوری پیکسار رو IPO کنن و همون جور که استیو جابز پیش بینی کرده بود توی استوری میترکونه و نه تنها میترکونه بلکه که پیکسار بزرگترین IPO 1995 هم میشه، نزدیک 140 میلیون دلار هم کمپانی ریز میکنه با این IPO و دقیقاً بعد از همین چند وقت بعد مایکل آیزنر زنگ میزنه و میگه که میخواد به عنوان شریک شما رو کنار خودش نگه داره و حتی پیشنهاد 50-50 استیو جابز رو هم قبول میکنه. ات میگه که من شگفت زده شده بودم، دقیقاً تیکه به تیکه کارهایی که استیو جابز گفته بود اتفاق افتاد و به قولی برگام بود که ریخته بود. و بعد از 9 سال، بعد از 10 سال، این اولین باری بود که ما کار خودمون امنیت شغلی داشتیم و از دیگه شکست خوردن و فیل شدن ترسی نداشتیم. یعنی 9 سال طول میکشه کتاب اینا به اون جایگاهی که میخواستن برسن و اولین فیلم انیمیتد جهان رو بسازن. اد میگه که برای 20 سال من بزرگترین هدف زندگی این بود که اولین فیلم سینماییه که کامل با کامپیوتر ساخته شده رو بسازم. نه تنها الان به این گل رسیده بودیم بلکه خب ردش هم کرده بودیم، یعنی انقدر فیلم موفق بوده که کسی اصلا خیلی به این نوتیس نکرده که انقدر داستان خوب بوده که خیلی اصلا سراغ این نفته که وای چه فیلم انیمیشنی حالا بیاد داستان مسئله و اینا پیدا کنه و اینقدر این کار موفق بود به هدفش رسیده بود و من الان هدف دیگه نداشتم. فکر کنم 20 سال به یه آرزویی داشته باشی، شاید همه ما این آرزو رو داشته باشیم، نه خودم دارم یه همچین آرزویی. 20 سال بری سراغ اون آرزویی که داشتی و الان به اون آرزو رسیدی و الان دیگه هدفی نداری و با خودم خیلی فکر میکردم و بعد از این یه هدف جدید برای خودش پیدا میکنه و اونم این بوده که چه شکلی بیاد و به حالا نیروهای حالا که خلاقن و نیروهای خفنی هن که دارن اینا رو بتونه درست مدیریت کنه. میگم کلا الانم از کتاب کل تم کتاب معلومه که اصلا داره این چالش ذهنشو صحبت میکنه. تا اینجا ما الان با اینکه همیشه در شرکت در اتاق من باز بوده ولی اینا نمی اومدن بگن، این میفهمه که آقا کسایی که حالا تیم داستان و اینا که حالا بخش سینمایی بودن چون معمولا پروژه بودن بیشتر اهمیت بهشون داده میشد و کار کردن بر توی استوری با اینکه خب یه فول فیلمنت خیلی عجیب غریب داشته ولی انگار شهروند درجه 2 بودن و حتی برای فیلم بعدی حاضر نبودن کار کنن و شروع میکنه این مسائل رو دونه دونه حل کردن. بعد سوالش این بود خب این در من که باز بوده اینا چرا نمیومده بگن؟ وقتی میگردن به این جواب میرسن خود اد و جان عین این لیدرهای الهام بخش بودن، اصلا خودشون رو در حدی نمیدونستن این نیروها بیان شکایت کنن. واسه همین هی شروع میکنه مصاحبه کردن با افراد و شروع میکنه سازوکار چیدن که آدما بتونن حرفاشون رو کامل بزنن. یکی از حالا دونه دونه میخواد این چیزها رو توی کتاب توضیح بده. اولین اصلی که توی پیکسار قرار میدن اینه story is king و برای اینکه خب اون چیزی که توی ذهن مخاطب دیده میشه، اون چیزی که از همه چی مهمتره داستانه و حالا وقتی میخواستن فیلم بسازن به اینکه سختی‌های تکنولوژیکالش اصلا نگاه نمیکرد، به اینکه اصلا چقدر میتونن مرچندایز های اون دیوایس ها رو در بیارن و بفروشن اصلا نگاه نمیکردن. اولین اصلی که میسازن اینه که داستان شاهه و دومین اصلی که میسازن اینه که به پروسس اعتماد کن، یعنی روی اون پروسس به این جلو کار میکن. بعد از اون شروع میکنن انیمیشن دوم رو ساختن، باگز لایف 1995 شروع میکنن، فکر کنم 1997 باگز لایف
میاد بیرون که داستان، من خودم هفته پیش دیدم باکس لایفو، داستان یه سری مورچه است که یه سری ملخا حفاظتشون میکردن، زور بهشون میگفتن، همه غذاشون رو میگرفتن در ازای اینکه ازشون محافظت کنن، یه باجی میگفتن حالا ببینید دیگه. خلاص خیلی باحاله. خلاصه تا 1997 مدیرای اجرایی دیزنی میان و درخواست میکنن که توی استوری 2 ساخته بشه و توی استوری فیلم سینمایی نباشه بلکه فیلم تلویزیونی باشه، آدما مستقیم بتونن توی تلویزیون پخشه. اینا براش ایده باحالی بود و میگن خب آره اینجوری احتمالاً بیشتر میفروشه و قبول میکنن. بعد که میرن بسازن متوجه میشن که اگر بخوان توی تلویزیون بسازن انگار کار درجه 2 دارن میسازن، یعنی یه کار لول بی میسازن و هرچی فکر میکنن، یعنی این شکلی بوده که باگز لایف کار لول A شون بوده و این یکی کار لول B بوده و هرچی به این فکر میکنن که کار لول B انجام بدن ببینن که نمیتونن و برمیگردن دیزنی و میگن آقا ما نمیتونیم کار لول B انجام بدیم، ما میخوایم سینما باشه. دیزنی هم قبول میکنه، براشون عجیب بوده ولی خب دیزنی خیلی راحت قبول میکنه اینکه اینم بره سینما و یهو این میشه که خب 5 سال روی توی استوری بودن، یهو یه ددلاین، 2 تا ددلاین نزدیک داشتن و همزمان روی 2 تا فیلم سینمایی کار میکرد که اصلا حتی نیروش هم نداشت. خب جان روی باگز لایف داشته کار میکرده، شروع میکنه به اون 2 تا دایرکتور جوونشون میگن توی استوری بساز و خب هر چند وقت یه بار توی یه میتینگای برمیگشتن و قرار بوده هر سوالی هم که داشتن از جان بپرسن که جان کمکشون کنه و کار رو انجام بده. چه اتفاقی میفته؟ میبینن که به صورت عجیبی خیلی از بیش از اندازه نرمال تایم جان رو درخواست میکنن این 2 تا انیماتور و جانم خود وقت نداشته واقعا بشینه پای توی استوری. باگز لایف رو که تموم میکنه، جان تازه وقتش خالی میشه به اینکه برسه به توی استوری 2. 1999 توی استوری 2 پخش میشه و الان 1998 توی استوری 1 اسباب بازی جدا میشه، دسته کالکتور میفته، میخواسته توی یه موزه توی ژاپن بفروشتش و خب موزی وودی هم برمیگرده و خیلی پیش بینی پذیر. جان که میشینه پای این داستان تو 1998 تموم شده و میشینه پای داستان، میفهمه که فاجعه است توی استوری 2 و به صورت کلمه‌ای که استفاده میکنه برای توصیفش دیزاستر، یعنی میفهمه که فیلم دیزاستر و یه میتینگ اضطراری تشکیل میدن برای اینکه اینو چیکار کنیم. ددلاینمون 1 سال بیشتر نمونده و داستان هم اصلا اون جذابیتی که باید رو نداشته باشه. خب اد میگه که مقصر خودمون بودیم که بدونیم که ابزار کافی و آموزش کافی رو بدیم، سپردیم دست مثلا آدم کم تجربه تری، ولی و خب یعنی اعتماد به نفس ساخته نداشتن توی اون شرایط. حالا بعدن دوباره میسازن فیلم خوبم در میاد و اصلا جذاب نبوده و با این مواجه میشن که رفتن به دیزنی گفتن که ما نمیتونیم یه کار لول بی بسازیم، در حالی که کاری که در آوردن دقیقاً هم کار لول بیه. فیلم میبرن به دیزنی نشون میدن، دیزنی اتفاقا میگه که نه به اندازه کافی خوبه، گود اینافه به قول معروف و همینو ببرین جلو. ولی خب گفتم دیزنی پیکسار با خودشون قبول نمیکنن که کار درجه 2 انجام بدن و تصمیم میگیرن که 1 سال مونده به شروع به تایم پخش فیلم که دیزنی هم جابجاش نمیکنه که انیمیشن رو از اول بسازن. برمیگردن پیکسار، جان همه تعطیلات کریسمس و مرخصی میده و 2 ژانویه شروع میکنن دوباره داستانو از اول ساختن. داستان خب تنشن کافی نداشته، واسه همین چند تا بازی و داستان میکنن تا داستان جذاب بشه. دختر کاوبوی میارن توی داستان به اسم جسی و یه زندگی خیلی راحت براش ترسیم میکنن و حالا وودی و جسی یکم با هم رابطه احساسی پیدا میکنن و حالا اون خب دیزنی و پیکسار معمولا همیشه هپی اندینگ، یعنی خیلی واضح بوده که خب
وودی میرفته پیش اندی، ولی کارو سخت میکنن و معمایی که قرار اتفاق بیفته رو خیلی سخت میکنن، احساس رو درگیر میکنن و همیشه این چالش هم برای وودی ایجاد میکنن تو اگه برگردی اندی که داره بزرگ میشه، خب 2 سال دیگه اون تو رو میندازه دور، اندی 3 سال 4 سال گذشته از داستان قبلی، اندی هم هی داره بزرگ پوینت و این 2 تا چالش رو ایجاد میکنن تا داستان جذاب میشه. و وقتی داستان رو کامل تمام میکنن، حدودا 6 ماه مونده به اجرای انیمیشن، یه میتینگ میذارن، استیو جابز هم میاد و اسپیچ میکنن، سخنرانی میکنن و استیو جابز میگه که دیزنی فکر میکنه که ما نمیتونیم این کار رو انجام بده، بذاریم به همشون اثبات کنیم که اشتباه میکنن و اینجا اون وزنه برداری سخت بلند میشه. میگه برای 6 ماه بعدی همه کارکنای پیکسار تقریبا خانواده هاشون رو ندیدن، هر 7 روز هفته تا 10 شب کار میکردن، تا آخر شب کار میکردن و انقدر درگیر کار بودن یه بار توی ماه جون یکی از کارمندای دیزنی قرار بوده بچه‌شو بذاره مهد کودک بعدم بیاد سر کار. خب خانومش هم توی پیکسار کار میکرده. چند ساعت بعدش خانومش ازش میپرسه که خب بچه رو گذاشتی مهد کودک چی شد؟ و اینجا یهو کارمند دیزنی متوجه میشه که او شت بچه‌شو توی ماشین جا گذاشته و یادش رفته بچه رو بذاره و بچه رو توی پارکینگ تو ماشین جا گذاشته و بعد از چند ساعت بچه رو بیهوش پیدا میکنن. خدا رو شکر بچه رو میتونن برگردونن، ولی خب یعنی اتفاقی بر بچه نمیفته، ولی خب طبیعتاً یه شوک خیلی عجیب غریبه دیگه که اصلا همین باعث میشه که یکم ریکانسیدر کنن این شرایطو، این ددلاین ها رو یه جوری بذارن که دیگه خب نیروهاشون اینجوری فشار نکشن و سختی نکشن. یه اتفاق دیگه‌ای که میفته حالا جلوتر، اینو دیزنی اد کدمل برای یه داستان دیگه میگه برای تاکید اینکه اتفاق رندوم ممکنه بیفته. یه اتفاق دیگه‌ای که میفته توی فرآیند ساخت تای استوری 2 اینه که یکی از کارمندا به طور اشتباهی کل فایل توی استوری رو دیلیت میکنه. اینا که فکر میکردن خب به صورت اتوماتیک بار بکاپ میگیرن از فایل، میرن سراغ بکاپ ها و میبینن که او مای گاد، او شت، بکاپ ها هم درست گرفته نشده و این فشار رو تصور کنید. توی همچین فشاری میفهمن کل کارشون پریده، مطلقاً هیچ کاری نمونده. اینو میگه که آقا، یعنی داره میگه که ما خیلی دنبال مقصر نگشتیم و خب اتفاق رندوم میفته و شروع کردیم به فیکس کردن این مسئله. یعنی پوینت حرفش این بوده که اتفاق رندوم ممکنه بیفته، ولی شروع کنن میتینگ گرفتن و متوجه میشن که یکی از کارمنداشون بچه دار داشته میشده، یه مدت خونه کار میکرده و به صورت اتوماتیک وار بکاپ میگرفته هر هفته از کارا و شانسی که میارن اینه که بعد 1-2 هفته متوجه میشن که واقعا نه بکاپ دارن و بکاپ از خونه اون نیرو پیدا میکنن. خیلی باحاله و توی باکس آفیس 500 میلیون میفروشه. خب برای هفته اولین پرفروشترین فیلم آمریکا بوده و بعد از همین داستان و این همه فشار تصمیم میگیرن یکی ریکانسیدر بکنن، کلاسای یوگا میذارن برای بچه‌ها، کلاسای فیزیکال تراپی میذارن، کلاسای ورزشی میذارن و خیلی جلوتر خیلی تعریف میکنه که چرا یه همچین کلاسایی گذاشته. تو این کلاس‌ها آدمای بخشه مختلف بدون اینکه هیچ چیز کاری داشته باشن، بالا پایین کاری داشته باشن، هیچ اختلاف طبقاتی داشتن، کنار هم میشستن و با هم کار میکردن و تصمیم میگیرن که یه جمله میگه اینجا جان و اینه که quality is the best business planning، کیفیت رو میذارن بهترین بیزنس پلنشون. بعد از این دیگه کامل داره راجع به چیزای استراتژی‌های مدیریتیشون صحبت میکنه. یکی از چیزایی که راجعش حرف میزنه دیگه من سریعتر میگذرم از این موارد، اگر براتون جذابه میتونید بخونید کتابو حالا با دیتیل. خب ما همیشه اصلا این بود که صادق باشیم، ولی صادق اگه تو صادق نباشی یه الزام اخلاقی داره پشتش، من این خب اذیت کننده بود. ما کلمه صداقت رو با صراحت جابجا کردیم تا آدما زمانی که نیازه بعضی وقتا
بتونن دیگه سریع یه سری جلساتی ایجاد میکنن به اسم برین تراست. به این برین تراست همه آدما هستن خیلی هارش به کار هم به هم نه به کارها صرفا بک میدن هر چند وقت و این جاییه که اصلا داستانهای توی استوری داستانهای پیکسار به وجود میاد. یکی دیگه از بخشایی که میگه ترس از باختنه، ترس از شکست خوردنه و میگه که اتفاقا ما شکست رو به عنوان یه برد در نظر میگیریم. حتی میگه که و سعی میکنن شکست رو زود پیدا کنن، یعنی فیل فست رو سعی میکنن اجرا کنن و حتی یه فیلمی رو تو پروداکشن بعد از چندین میلیون دلار هزینه میفهمن که شکسته، ولی خب هی سعی میکنن از این شکسته یاد بگیرن و برن جلو. یکی دیگه چیزایی که میگه تغییرات و اتفاقای رندومه که خب میگه که باگ و اشتباههای این شکلی به صورت رندوم اتفاق میفته و هیچ وقت دنبال مقصر نمیگشتن که داستان توی استوری شو براتون تو رو و دیلیت شدن فایل رو براتون گفتم. یه کار دیگه ای که میکنن، حالا استراتژی اصلیشون رو تعریف میکنه، یه کار دیگه ای که باحال بوده و انجام میدادن برای کارشون ریسرچ میگه برای کارتون راتاتویل موش سرش بس 2 هفته 2 تا نیرو رو فرستادیم پاریس تو رستوران‌های میشلین استار اصلا پخت راتاتویل دیدن. برای مانچستر یونیورسیتی دانشگاه هیوله ها میگه که ما چندین هفته رفتیم استنفورد و هاروارد و پرینستون رو دیدیم، چون خب های لول اندان که ببینید دانشگاه های لول چه شکلی هن که دانشگاه های لول هیوله ها چه شکلی باید باشه. یعنی خیلی عملی میرفتن این کارا رو انجام میکنن. حالا و این ریسرچ ها خیلی میگن تاثیرگذار بوده توی ساخته این فیلم ها. یه بحثی هم داره که خب چه شکلی کارخونه خلاقو بسازین، چی کارا کردن حالا با استیو جابز تو ساختن آفیسشون که آدما بیشتر با هم مواجه بشن، چه شکلی خلاقیت بتونیم ایجاد بکنیم. اصلا یه بحثی هم داره که اصلا خلاقیت چه شکلیه و چه شکلی ایجاد میشه. تا این که استیو جابز یه روز میاد تو سال 2005 و میگه که من دارم فکر میکنم که پیکسار به دیزنی بفروشیم و دوباره یکی دیگه از ریاکشن عجیب غریب، چرا یعنی سومین بار همچین اتفاق میفته، خب ما چرا باید همچین کاری بکنیم. بهشون میگه که ببین مدیر عامل دیزنی عوض شده، باب آیگر اومده. باب آیگر با استیو جابز، این موقع دیگه استیو جابز برگشته توی اپل، توی 2 هفته یه دیل میبندن که ABC و شبکه ABC که دیزنی خریده بود اتش توی آیتیونز پخش کنن و خیلی آدم باحال و مرد عمل بوده استیو جابز میگه. و خب میگه که به نظر من باید به دیزنی بفروشیم و باب آیگر آدمی که این کار میتونه درست انجام بده. میگه که من و جان که خیلی مخالف بودیم گفتیم لابد یه چیزی میدونه و گفت استیو به ما گفتش که آقا فقط بابا ببینید، یعنی بابا ببینید و بعدش به حرفش گوش بکنید، حالا هر تصمیمی که میخواید بگیرید و بگیرید. و میگه که بعد از اینکه بابا دیدیم من همون لحظه گفتم که بابا آدم خوبیه. چند ماه بعد ژانویه 2006 دیزنی 7.4 میلیارد دلار پیکسار رو اکوایر میکنه. حالا چرا؟ خب پیکسار از دست میره. اگه یکم کارتون رو دیده باشین میدونید که پیکسار نابود نشده بعد این اکوایر، برخلاف خب خیلی از این اتفاقا که میفته. باب میگه که بعد از اینکه مدیر عامل شدم براشون تعریف میکنه، بعد از اینکه مدیر عامل دیزنی شدم رفتم توی افتتاحیه دیزنیلند هنگ کنگ و شخصیت‌ها داشتن رژه میرفتن، یهو میکی موس، حالا سیندرلا، سفید برفی، دانالد داک، همه اینا رفتن. توی استوری وودی هم رفتن. یهو بخوام نگاه کردم تو 10 سال اخیر تنها شخصیت‌های مهمی که دیزنی داره شخصیت‌های پیکسارن و چه عجیب که دیزنی که پایه‌گذار این کار بوده هیچ وقتی، یعنی خیلی سال دیگه هیچ کار تاثیرگذاری نتونسته توی انیمیشن انجام بده. و خب همین باعث شده که اصلا ایده این که خب از پیکسار کمک بگیره، یعنی حالا دیلشون رو میرم جلوتر میگم چه شکلیه، و کمک بگیره که دیزنی رو برگردونه. باب میگه که من 2 تا اکوایر تو از 1985 تا 1996 داشتم تو زمانی که توی بانک سیتی کار میکرده. یکیشون موفق بوده و یکیشون ناموفق بوده و میخوام این اکوایر اون موفقه باشه و این کار موفقه باشه.
قرار میشه که جان و اد بیان توی بورد و حالا مدیریت انیمیشن استودیو دیزنی هم قرار بگیرن و یک قرارداد 5 ساله می نویسن، یه قرارداد 7 صفحه‌ای که شروطی داره که اگه این شروط تغییر ایجاد بشه توش، بعد از 5 سال دوباره اکوایر کنسل میشه. 59 تا بولت پوینت داشته، 59 تا بولت پوینت داشته که من براتون میخونم و توی این بولت پوینت ها چیزایی نوشتن اد کتمل و جان که مطمئن شن نابود نمیشه پیکسار. و من حالا جالباشو براتون میخونم، خودشون البته همه رو ننوشته تو کتاب. سیاست‌های اچ تعطیلات نیروها. یکی دیگه موردی که داشته، نوع بونسی که میدادن به کارمندا بعد از باکس آفیس رفتن و موفقیت بونس میدادن به کارمندا، اون نوع باید سر جاش باشه. خالی بودن پارکینگ برای کسی که اول میرسه، یعنی هیچ مدیری تو پیکسار پارکینگ نداشته، هر کی اول میرفته پارکینگ استفاده میکرد. آزاد بودن کارمندا برای اینکه هر پوزیشنی که راجع به خودشون دلشون میخواد تو بیزنس کارتاشون بزنن. مهمونی‌ها و مراسم‌های این شکلیشون و کلی حالا چیزای دیگه باحال. یه داستانی که پیش میاد که برای دیزنی مسئله بوده، کلا پیکسار قرارداد نمیبستن با کارمنده، شکلی بودن تو اگه خوشحالی برام کار میکنه، اگه خوشحال نیستی خب برام کار نمیکنی، what the fuck. و نمیخوان کسی به زور قرارداد نگه دارن تو شرکتشون. و خب این برای دیزنی یکم ریسکی بوده، چون خود جان و اد هم نداشتن قرارداد. یکی آقا ما درک میکردیم، هر دو طرف هم دیگر درک میکردیم و موارد خودمون رو، و تصمیم گرفتیم با هم صادق باشیم و به هم اعتماد کنیم. خیلی عجیب، حالا شاید واقعیت این شکلی نباشه، ولی چیزی که تو کتاب نوشته اینه. و میگه که حالا یه محیط خیلی خفن ساخته بودن تو پیکسار دیگه، من اشاره کردم. میگه که از اون به بعد چالش من و جان این شد که این موفقیت رو توی دیزنی دوباره تکرار کنیم، یعنی دوباره بتونیم محیط خلاقش رو تکرار کنیم. تعریف میکنه که چه شکلی مقاومت میکردن برای ریسرچ تریپ ها، ولی خب وقتی انجامش میدن دیزنی خیلی نتیجه مثبت میبینن. براشون خیلی عجیب بوده که چه شکلی برین تراستار رو بیارن تو دیزنی، یه فرآیندی میذارن یه مدل دیگه ای تو دیزنی اجرا میشه و خلاصه دیزنی برمیگرده. یعنی بعد از اون چند تا فیلم باحال و استودیو دیزنی هم میتونن برگردن. بریم جلوتر. اد میگه که من 26 سال به صورت نزدیک با استیو جابز کار کردم و خیلی از چیزایی که راجعش نوشتن که آدم هارشی، آدمیه که خلاف ویژگی خاصی داره، راجعش اونقدر تا حالا تو کار کردم با ما درست نیست. تو این 26 سال خیلی رابطه به صورت عمیقی من استیو میشناسم و میدونستم. یه چیز جالب، استیو به صورت عمیقی توی دوره‌ای که توی پیکسار شروع کرد به کار کردن عوض شد و به صورت خیلی عجیب غریبی. حالا میگه اینجا حیات خلوتش بوده، مدلای حالا جدیدی که سعی می‌کرده رو، یعنی تغییرات اخلاقی که رو خودش ایجاد می‌کرده رو میومده اینجا تست می‌کرده. و جالبه تو اپل خیلی چیزی که راجع به استیو جابز میشنیدیم اینه که خیلی تو دیتیل همه چی بود استیو جابز و راجع به همه چی میدونست و نظر میداد و تهش حرف استیو جابز بود. ولی میگه اینجا استیو قبول داشت که راجع به گرافیک و داستان سرایی به اندازه ما نمیدونه و حرف ما رو قبول میکرد و میذاشت ما کارمون رو انجام بدیم. حتی میگه یه دونه داستان راجع به باگز لایف، میگه اون حالا اون موقع اگه خاطرتون باشه ما اون دهه تلویزیون ها مربع تر بوده، سینما مستطیل بوده، دعوا بوده که مستطیل بسازیم یا مربع فیلمو. مارکتینگی ها میگفتن که خب مربع باشه که تو تلویزیون بهتر بشه فروش و استیو هم خب میگه خب به حرف مارکترها گوش بدیم. استیو میره با یکی از انیمیتورها، یکی از دایرکتورهای فیلم صحبت میکنه و اون میگه که آقا از نظر هنری من میگم این شکلی و این بعد این شکلی باشه و خیلی هم بد با استیو حرف میزنه. بعدش از جان میپرسه که من گند زدم، میگه نه درست گفتی، تو بردی و استیو قبول کرد و یعنی خیلی راحت به حرف اینا گوش میکرد. یکی دیگه از چالش‌ها که استیو که همیشه خیلی سریع جواب میداد، یه مدت جواب نداد، بعد اومد پیش ما تو آفیس و گفت دکتر به من گفتن که سرطان داری و نهایتاً 5 سال بیشتر زنده نمیمونی. البته خب استیو جابز 8 سال بعد این زنده میمونه، ولی
و میدونست که یه روز بالاخره نوبتش میاد و حالا شروع کرد روی چه صنعتی چه سنتی درمانهای مختلف رو تست کردن. یه روز من و جان رو برد تو دفتر اپل و آیفون رو به همون نشون داد و گفت ما فهمیدیم که خب این بعد تکنولوژی بعدی موبایل این شکلیه و گفت بعدش ما رو کشید کنار، گفت من تا آخر عمرم 3 تا هدف دارم. یکی این که بتونم آیفون رو برسونم و بتونم خب این تغییر رو ایجاد بکنم. 2 این که بتونم یه حفاظی برای موفقیت پیکسار درست کنم و 3میش که مهمترینشه بتونم موفقیت مسیر درست رفتن تو مسیر درسته کوچکترین بچه‌مو ببینم. و استیو جابز تا زمانی که زنده بود هر ستای اینها رو دید. توی 24 آگوست 2011 منم 24 آگوست بدن اومدن، خیلی برام جالب. استیو از اپل استعفا میده و بعدش به من زنگ میزنه و تشکر میکنه از کاری که با هم کردیم و از خاطراتی که با هم ساختیم و کاری که با هم کردیم. و من میدونستم که این تماس آخری، یعنی گودبای کال استیو ما رو از 43 نفر به 1100 نفر رسون و 6 هفته بعدش استیو جابز درگذشت. توی مراسم استیو جابز خب خود اد حرف میزنه، جان هم حرف میزنه، ولی جان میگه که 3 هفته قبل از این که فوت کنه استیو، 5 روز بعد از فوت استیو همه توی سالن استیو جابز پیکسار جمع شدن و شروع کردن از خاطرات صحبت کردن. اد صحبت میکنن، پیت صحبت میکنه، نوبت به جان میرسه. جان میگه که 3 هفته پیش برای آخرین بار استیو رو دیدم. 1 ساعت با هم راجع به پروژه هایی که خواهیم داشت حالا در آینده داشتیم صحبت کردیم. من بهش نگاه کردم و دیدم که این مرد به ما همه چی داد و ما بدون اون نمیتونستیم ادامه بدیم. استیو بغل کردم، حالا لپاشو بوس کردم و ازش با گریه تشکر کردم و گفتم said دارم استیو. I kissed him on the cheek and for all of you. John was crying now. I said thank you. I love you Steve. و بعدش 2 تا کتاب دیگه راجع به استیو جابز میخونم و براتون تعریف میکنم. یکی The Next Big Thing، حالا داستان شکست استیو جابز، و یکی راجع به اول کاریر. پس بعد از این من یه مجموعه 3 قسمتی راجع به استیو جابز رو در کنارتون هستم. تا هفته دیگه، فعلا خدا.